اقدام به قطع شبکه‌های برون‌مرزی صدا و سیما در حالی است که همکنون شرکت یوتلسات فقط از طریق ماهواره هاتبرد در حال پخش برنامه‌های بیش از 1000 شبکه در فضای جمهوری اسلامی ایران است. چرا این کارو میکنن؟ رژیم چنج، اینا جزء رژیم چنج. بسیاری اقدام به قطع ماهواره‌ای شبکه‌های ایرانی را جلوگیری از معرفی موفقیت‌های کشور ما به جهانیان می‌دانند. یک نئوتروریسم جدیدی در ادبیات جهان وارد شده توسط این کشورها. اینها شروع کردن رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران رو مورد ترور قرار دادن. قطع پخش برنامه‌های شبکه تلویزیونی ایران را روی ماهواره اروپایی دستوری تحمیلی توصیف کرد. امپراتور تبلیغاتی جهان از چند شبکه مربوط به جمهوری اسلامی ایران به شدت وحشت کرده. اتحادیه اروپا چرا پخش برنامه‌های شبکه‌های ایرانی در ماهواره هاتبرد را متوقف و اطلاع رسانی به افکار عمومی جهان را در انحصار شبکه‌های خود قرار می‌دهد؟ یعنی واقعا براش این بحث تحریم‌های اتحادیه اروپا مهم بوده که تحریم دارن میکنن. اینا که همه دنیا میدونن که خودشون زیر میزی دارن با جمهوری اسلامی بده بستون میکنن. سلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام یا شباب. یعنی جوانون تنبین دارد، یعنی یک چیزی در مایه های خودم. شنگول و منگول كمثل الحبة العنب او انگور با برنامه جوانان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی مراحمتان هستیم. مرا با این همه جوان به کجا میبرید امام رح؟ درباره جوانی های امام نگفته های بسیاری هست که بهتر است نگفته بماند. مرتی که ولغاز جمع کن جام تو بابا، جام غمه. Un dernier mot d'économie, le ministre Jean-François Copé en dessous des 40 milliards grâce à un surplus de recettes fiscales, ce serait de loin le... رفتی یا آخه عزیز دلم، چرا دلت رمید؟ چرا آزرده خاطر شدی؟ از این عبا خسته شدی؟ کت شلوار واسط میپوشم. من خودم به 16 تا زبون زنده و نصف جون دنیا برات صحبت میکنم. I love you. I love you too. I love you too یوتا. I am a cat. با پسر کوچیکم نیمکت. نخواستی؟ برم تو فرانسه. شسقولی زیان. شقوقولولو. ققمون جمهوری اسلامی بغمغم ناقلا. نخواستی؟ آلمانی. های احمدی نژاد. هر مایخ نخش تایزن تخش تخته. بابا کانال عوض نکن. مرتی که روانی اینجا چیکار میکنی؟ دست از سر ما بر نمیداره. هر جا میریم اینا میان. برد مال کارت بریم بابا. به دیگه تمام دیگه. شوناد موناد همه چی رو گوشته کنار دیگه. خودم راکم. حالا پیش خودم باشه. من خودم هم راکم، هم راکن رو هم. من خودم جازم، پسرم رپه، پسر خاله دارم هیپ هاپه. تو کانال عوض نکن. من اصلا یه تیکه الویسی برات بیام تو فقط چی موجو بگی رپ ها؟ هلیکوپتر بزنم برات دیگه. چی میخوادی؟ تمام. این کارا رو میکنیم دیگه. خب دست بده تو دست ما، بپا با هم بریم سر کوچه نماز جمعه. آخرش هم با این آقای جنتی یه تیکه تانگو میریم. نخواستی لامبادا. بیا برو بینیم بابا. برو دنبال کارت عمو. آخه دست
Now that we've got your attention. رفتی و خلاصه این کانال و اون کانال و ما این خودمون بد نشون میدیم و ما که خوشگل از ایناش هم داریم. آقا محمود من چشه نارگیری که آقا محمود میندازه و اینا پدر جد اینا هم بیاد نمیتونه بندازه. برگرد کانال جمهوری اسلامی ببین چه باغ وحشیه. اصلا من خورد کردی مرتی که اورانگوتان کجا بدو که دیر شده. احمدی رونده آخره. بدو که دیر شده. چی شو؟ کجا رفتی؟ این دفعه دیگه کجا رفتی؟ ببینم کانال ضد نظام؟ کانال ضد نظام نگاه میکنی آره؟ آقا محمود ما رو تو چیکار کرد؟ مقام عضوی ولایت تو جلسه کنی که چی؟ خلاصه دیگه رفتی دیگه آره؟ دیگه اینجا رو ما یکی دیگه باهات چی نیستیم. رگم بره اینجا رو باید نمیام واسه خاطر اینکه خیلی تاریکه. ما تاریکی خیلی میترسیم. دیگه هیچ جای برگشت به کانال جمهوری اسلامی نری. الان زنگ میزنم سعیده حالتو بگیرن. تا اینجا باهات اومدم اینجا دیگه نه من نه تو رامون ازم دیگه سوار میشه. تو اون ور لاین من این ور لاین. تو دیگه استاپذیر نیستی. رفتی تو طرفای حرف. چی؟ شده دنیا داره جوش میاره. بدو که دیر شده. این خالیگان خوب میدونه اوضاع چقدر خرابه. نظام ما تو مایتابه جزباله و کبابه.